یکی از دلایل اومدن شما بستر بازی به خاطر این آمادگی جسمانی بالایی داشته باشین. کی اینجا دفاع شخصی بلده؟ تو بیا. محترم داداش ظالم جناب کار داشتین. شندم گوش بدون چقدر زور داری تو؟ من متر پایین شهرم، هیچ موقع رو بزرگترم دست بلند نمیکنم. شندم بزن نگاه کنه چقدر زور داری تو؟ زوره رو که دارم مشتی گلی ولی نمیزنم. اگر نزنی لت میکنم من. دیگه خودت خواستی ببخشید. من جناب به خدا گفتم نزنم، شما گو اصرار کردی ببخشید. بی هوا زدی. تمرکز نداشتم، یک دو سه نگفتم. بس شما بشمونین بس بزنم دوباره. یک ببخشید باز. دو سه. بابا من میگم نزنم، من گفتم نزنم. بابا من هی میگم نزنم. 2 دقیقه آدم باش فقط نصیحتت کنم. بله الان چطوری باید بزنم؟ برو گم شو. ببخشید.